استاد یک چند نوار پیش سوال دادم برادرها درباره سنت هایی که شبانه روزی انجام داده می شود. شما جواب دادید که 12 رکعت سنت که کسی شخصی که این سنت ها رو میخواند در جنت برایش قصر بنا کرده می شود. ولی کتاب صفت نماز شما رو ما خواندیم، در اونجا پیش از نماز عصر 4 رکعت سنت آمده است، یعنی جمع جمع 16 می شود. روشنی اندازه التماس. بله، آن 4 رکعت سنت بعضی علما میگن سنتی مؤکده نیست میگن، یعنی مراد 2 رکعت سنتی بامداد، 6 رکعت سنتی پیشین، 8 رکعت شد می 2 رکعت سنتی شام، 10 رکعت 2 رکعت سنتی خفتن، 12 رکعت. اما اون 4 رکعت پیش از نماز عصر سنتی غیر مؤکده میگن. بنابراین در کتاب‌های مذهبی ما، یعنی در کتاب‌های مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نوشته شده است که پیش از عصر 4 رکعت سنت است، ولی در تاجیکستان تطبیق نمیشد. مثلا در ترکیه میشد. ترکیه حنفی مذهب است، پیش از 4 رکعت فرض 4 رکعت سنت میخوانند. اما در جایهای ما نیست. برای چی؟ برای اینکه سنتی غیر مؤکده هست میگم. لیکن در کتابا هست، در عمل نیست، در کتاب هست. لیکن عمومی دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که رحم الله امرا صلى 4 قبل العصر. الله تعالی رحم کنه، مهربانی کند با آن آدمی که پیش از نماز عصر 4 رکعت نماز میخواند. یعنی 2 رکعت میخوانید، با 2 رکعت دیگر میخوانید. مثلا اگر بعد از آن وارد مسجد شوید تا وقتی قامت 10 دقیقه 15 دقیقه، در بعضی مسجدها 20 دقیقه منتظر میشن تا فرض. به این ملال شما 4 رکعت سنت میخوانید و به مهربانی الله تعالی مشرف میشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند الله مهربانی کنه به آن آدمی که پیش از عصر 4 رکعت سنت میخواند، 4 رکعت نماز. یعنی این مکافاتش الهیده هست، این به 12 رکعت داخل نمیشه. یعنی به معنای کمتر بنده به الله تعالی نزدیک شدن خواهد، الله تعالی یک دنیا به او نزدیک میشه. انشاءالله عبادت های نافله به من نزدیک شدن میگیرد، نزدیک شدن میگیرد، نافله رو زیاد کردن میگیرد، حتی احبه، حتی من اون بنده رو دوست میدارم. الله تعالی دوست داشته میماند. وقتی که دوست داشتم گوشی بندم، چشمی بندم، دست و پایش میشوم و اگر دعا کند چیزی پرسد میدهم و از چیزی پناه طلب کند به پناه هم میگیرم. یعنی وعده الله تعالی است. یعنی بله فرض نیست، اگر نکنید گناهکار نمیشید، لیکن اگر که خواندید به الله تعالی نزدیک میشید، اجرتون زیاد میشه. یعنی به شرایطتون نگاه کنید. وقتی میشد که وقتی تنگ دارید نمیخوانید، گاها هیچ گپی ندارد، لیکن خواندید مادامی که امکانیت هست، وقتی خالگی دارید و فراغ که قابل شغلک. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را توصیه کردند که 5 چیز را پیش از دست دادنش غنیمت دانیم. از جمله و فراغ که قابل شغل، وقتی خالگیت غنیمت دار پیش از آن که مشغول میشه. ولی از ما میاد که مشغول میشی همین سنت هم خوانده نمیتونی. امروز که فرصت داری بخوان.